اگنس بویاجیو، معروف مادر ترزا، زاده 26 اوت 1910 در اسکوپیه امپراتوری عثمانی بود. راهبه کاتولیک آلبانی و تأسیس کننده جمعیت مبلغان خیریه در هند بود. مادر ترزا به خاطر خدمات انسان دوستانه‌اش در سال 1979 جایزه صلح نوبل را به خود اختصاص داد و در سال 2003 از طرف پاپ ژان پل دوم آمرزیده شناخته شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان مادر ترزا را رسما در روز 4 سپتامبر 2016 قدیس اعلام کرد. کارهای خیرخواهانه او از جمله مبارزه با گرسنگی اتیوپی، کمک به آسیب دیدگان هسته‌ای چرنوبیل، کمک به قربانیان زمین لرزه 1988 ارمنستان بود. او تا سال 1996 517 مأموریت تا بیش از 100 کشور جهان انجام داد. مادر ترزا در 5 سپتامبر سال 1997 زندگی را بدرود گفت.